کار فوری برای ما پیش آمده و باید سریع بریم به جایی که کارمون دارن. ای آقا فرمون کو؟ ایناش. خب حالا واقعا چرا اینجوریه؟ یعنی چرا بعضی از ماشینا فرمونشون سمت چپه و بعضی از سمت راست؟ چیزی که من تو بچگی شنیدم اینه که چون انگلیسی‌ها میخوان با اون چشای چپشان متفاوت باشن، این کارو میکنن و فرمونشون میبرن به سمت دیگه ای ماشین. حالا واقعا اینطوره؟ در مجموع حدود 75 کشور و قلمرو در سمت چپ رانندگی میکنن، یعنی عموما فرمون ماشینشون سمت راسته، و حدود 165 کشور و قلمرو هم سمت درستش یعنی سمت راست رانندگی میکنن. برخی ریشه این مسئله رو دنیای باستان میدونن، زمانی که عرابرانان، جنگجوها و شوالیه‌های عموما راست دست میخواستن از دست راستشون برای نگه داشتن شمشیر استفاده کنن. یا حتی برای کاروان سالاران منطقی تر بود که دست راستشون آزاد باشه. گویا سوار و پیاده شدن از اسب هم عموما از سمت چپ اسب انجام میشه و سواران هم دوباره به همون علت که اغلبشون راست دست هستن، شلاق اسب و دست راستشون میگرفتن. یک سری میگن کشورهایی که تحت نظارت انگلیس بودن سمت چپ رانندگی میکنن و کشورهایی که تحت نظارت فرماندهی فرانسه بودن سمت راست رانندگی میکنن. هرچند کشورهایی بودن که مستعمره یا تحت نظارت هیچ کدوم از این دو نبودن و دنبال روی سبک رانندگی اونان، مثل ژاپن که سمت چپ رانندگی میکنه. البته ذکر این نکته ضروریه که انگلیسی‌ها در راه آهن ژاپن نقش داشتن و ممکنه که جهت حرکت در راه آهن روی جاده ها هم اثر گذاشته باشه. اریک پویلر که روی جهت حرکت وسایل نقلیه در شهر باستانی پامپی در ایتالیای کنونی تحقیق کرده و یک کتاب روی این نوشته، به این نتیجه رسیده که ملت هر موقع میتونستن وسط جاده حرکت میکردن، یه چیزی مثل کشور خودمون. ولی وقتی ترافیک دو طرفه میشد و مجبور بودن جاده رو تقسیم کنن، سمت راست حرکت میکردن. البته خیلی از خیابون‌های پامپی فقط جا برای حرکت یک وسیله نقلیه داشته. کشورهایی بودن که قبلا سمت چپ رانندگی میکردن ولی بعد تغییر جهت دادن و سمت راست رانندگی میکنن، مثل آمریکا و خیلی از کشورهای آفریقایی. کشورهایی که جهتشون رو عوض کردن انواع دلایل رو داشتن، از پاک کردن حضور استعماری انگلیس تا همگون کردن رانندگی در کشورشون تا هماهنگی با کشورهای همسایه. کشوری مثل ساموآ فقط برای دسترسی به ماشین‌های ارزان‌تر جهت رانندگیشو از راست به چپ تغییر داد. و البته کشورهایی هم داشتیم و داریم که یکی از این دو سمت رانندگی میکنن ولی در برهه‌ای برای محل فرمون قانون درست و درمونی نداشتن و ماشینای فرمون چپ و راست در هم رانندگی میکردن. افغانستان اخیراً تصمیم داشت 70,000 ماشین فرمون سمت چپ رو معدوم کنه. ضمناً داستانای دیگه هم ذکر میشه، مثل اینکه دلیل سمت راست رانندگی کردن فرانسه اینه که ناپلئون چپ دست بوده، که البته سندی برای تاثیر ناپلئون و چپ دستیش بر این امر پیدا نشده. در کل به نظر میرسه که مجموعه‌ای از عواملی که ذکر کردیم جهت رانندگی در کشورهای مختلف رو شکل داده، نه فقط یک عامل. حتی شاید اون دلیلی هم که من تو بچگی شنیدم موثر بوده، هرچند من نتونستم دلیلی براش پیدا کنم. خب اگه شما دلیل دیگه‌ای می‌دونید در بخش کامنت ها ذکر کنید. یادتون باشه که ویدیوهای پورسیتار نقطه شروع تحقیقات شماست، نه پایان. لطفاً عضو کانال ما بشید و اون رو به دوستاتون هم معرفی کنید. یادتون باشه که میتونید کانال ما رو در یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام و آپارات دنبال کنید. یادتون باشه که ویدیوهای ما رو میتونید در اینستاگرام، تلگرام،